همین برخاستن شما و همین مسجدتن شما این یعنی نیت نماز. تلفظ نیت با زبان لازم نیست و حتی بدعت هم هست و انسان نباید در این زمینه وسواس چندانی را داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن در صحیح بخاری که معروف هست به حدیث مسیء الصلاة، رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه آموزش نماز دادند: اذا قمت الى الصلاة فکبر، وقتی که برخاستی برای نماز و خواستی نماز بخوانی تکبیر بگو. و بنابر روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه تحریمها التکبیر، یعنی آغاز نماز، تحریمه نماز تکبیر هست. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نیز می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشان را با تکبیر و قرائت را با الحمدلله رب العالمین آغاز می‌کردند. تکبیر تحریمه یعنی اولین تکبیری که بعد از آن اعمال دیگر بر ما حرام می شود. با گفتن الله اکبر خوردن، نوشیدن، راه رفتن، سخن گفتن، کارهای دیگر بر شما حرام می شود. همزمان با تکبیر ما باید دسته ها را بلند بکنیم. این تکبیر تحریمه هست. تکبیر یعنی الله اکبر. زمانی که ما میخوایم نماز را شروع بکنیم میگیم الله اکبر و همزمان با تکبیر گفتن دسته ها را بلند میکنیم. به این صورت که الله اکبر دسته ها تا این اندازه بالا میاد. بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری که ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که نماز را آغاز میکردند رفع یدیه حذو منکبیه، دسته ها را تا برابر شانه ها بالا میبردند. برخی از مردم در هنگام نماز و تکبیر تحریمه دسته ها را بیش از اندازه بلند میکنند، مثلا به این اندازه الله اکبر، یا برخی از مردم به این گونه میگیرند الله اکبر، یا حتی مثلا پایینتر از این الله اکبر. تمام اینها اشتباه است. آن چیزی که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به این گونه هست که دو تا دست تا برابر دو تا شانه بلند بشوند، این گونه که الله اکبر. این تکبیر تحریمه هست و بعد از تکبیر تحریمه باید دسته ها را ببندیم. وقتی که تکبیر گفتیم الله اکبر دسته ها بسته می شوند. به این صورت کیفیت بستن دست در نماز، شما می توانید دسته ها را به این گونه، یعنی دست چپ را پایین و دست راست بالا هست و دست راست روی دست چپ گذاشته می شود، یا به این صورت دست را بگذارید، یا صورت قبض که به این صورت قبض بکنید، یعنی دست راست چپتون را به این گونه بگیرید. این کیفیت بستن دست هست. به موارد دیگر هم اومده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتن دسته ها روی سینه به این صورت بالا باشند و از نظر فقها موارد دیگری هم هست گذاشتن دست بر روی ناف یا زیر ناف به این صورت که صحیح ترینشان و معتدل ترینشان همین مطلبی هست که من درس کردم، یعنی به صورت حالت عادی دسته ها را به این گونه در روی سینه بگذارید. این اولین قدم هست، تکبیر گفتن و بعد از آن بستن دسته ها. و آن چیزی که مهم هست بعد از بستن دسته ها قرائت هست، خواندن اذکاری که در نماز باید بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشان را با یکی از این اذکار شروع می‌کردند. بنابر روایتی که حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای نماز میگفتند که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. یعنی بعد از این که شما دسته ها رو بستید به این صورت این دعا را میخوانید. غیر از این دعاهای دیگری هم هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. به طور مثال دعایی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشان میگوید من به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که یا رسول الله شما بعد از تکبیر و قبل از قرائت اندکی سکوت میفرمایید، در حالت سکوت شما چه دعایی را میخوانید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من در حالت سکوت این دعا را میخونم که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. این دعایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. هر کدام از این دو دعا را که شما خواندید هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. بعد از تکبیر گفتن و بستن دسته ها و خواندن این دعا زمان قرائت هست. قرائت را با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌کنیم.
یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بعد از آن سوره فاتحه را میخوانید و بعد از فاتحه هر سوره را که بلد بودید از قرآن کریم میخوانید، چه یک سوره کوتاه باشد که تمام این سوره را بخوانید یا چند آیه باشند از هر کدای قرآن، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و جایز است. منتها دقت بکنید که آیاتی را که میخوانید در نماز اعم از سوره فاتحه و قرائت دیگری را که میخوانید از آیات قرآن کریم که بعد از فاتحه میخوانید، تمام اینها به صورت شمرده و آرام اینها را بخوانید. با یک نفس و شتابان قرائت قرآن را در نماز انجام ندهید، بلکه به این صورت باشد. وقتی که دستان را بستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. این کیفیت قرائت در نماز هست. اما از این که این قرائت سوره فاتحه باشد یا سوره دیگری که شما میخوانید، بعد از این سوره فاتحه شما هر سوره ای را یا یک آیه بلند را یا چند آیه کوتاه را یا یک سوره را به اندازه‌ای که برای شما میسر هست این قرائت را میخوانید و بعد از آن حالت قیام شما و قرائت شما کامل شده و بعد از آن مرحله دیگر هست، یکی دیگر از ارکان نماز هست، این حالت رکوع هست. قبل از این که به رکوع بروید یک نکته را حتما باید به خاطر داشته باشید که در هنگام قرائت باید لبهای شما حرکت بکند. یعنی این گونه نمی شود که شما در حالت قرائت لبها را روی هم بگذارید و هیچ چیزی را نخوانید، فقط با قلب خودتان مرور بکنید. اگر با قلب بخوانید نماز شما صحیح نیست، قرائت را انجام ندادید. قرائت یعنی این که حتما با حرکت زبان و با حرکت لبها شما یک چیزی را در حالت نماز بخوانید. بعد از اینکه قرائت را انجام دادید میرویم به رکوع و در نماز 4 مورد ما داریم که به عنوان رفع یدین هستند، یعنی بلند کردن دسته ها به همان کیفیتی که قبلا نمایش دادم. بلند کردن دسته ها به این گونه که کف دست به طرف قبله باشد و به برابری و موازات شانه ها دسته ها بلند بشوند. حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز را آغاز می‌کردند یا وقتی که به رکوع می‌رفتند و وقتی که از رکوع برمی‌خواستند دست‌ها را بلند می‌کردند و بلند کردن دست کیفیتش این است که به این اندازه بلند بکنند دست. شما در حالت نماز قرائت را خوندید، فاتحه را خوندید و بعد از آن یک سوره را هم اضافه خواندید و الان می‌خواهید که به رکوع بروید. کیفیتش این است که قبل از این که به رکوع بروید دست‌ها را بلند بکنید که الله اکبر. بعد از این که تکبیر گفتید به رکوع می‌روید و در حالت رکوع کیفیت خود رکوع را باید مد نظر شما باشد و حالت و کیفیت رکوع این گونه هست، به گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث حضرت ابو هریره و احادیث دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع بکن به گونه‌ای که در حالت رکوع آرام بگیری. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو وقتی که نمازش رو نقل میکنن میگه که ثم حصر ظهره، کمر خودشان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم راست میکردن در هنگام رکوع. و در روایت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه هست که لا تجزئ الصلاة رجل لا یقیم ظهره فی الرکوع و السجود، کسی که رکوع را به صورت کامل انجام نمیدهد نمازش درست نیست. و کیفیت رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه بود که وقتی که به رکوع می‌رفتن دو دست خودشان را بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه امکن یدیه من رکبتیه، این گونه یعنی با دو دست خودش زانوهای خودش را کاملا می‌گرفتن، به این صورت که الله اکبر. این حالت رکوع با دو دست زانوها را به این گونه می‌گرفتن، کمر کاملا راست باشد و سر نباید پایین باشد، یعنی سر به موازات کمر باید قرار بگیرد، نه زیاد پایین باشد و نه زیاد بالا باشد. هر دو این صورت ها اشتباه است. در حالت رکوع و در تمام حالات ها اذکار مشخصی ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این باید سعی بکنید که این اذکار را در همان حالت مخصوص بکنید. دعای رکوع در رکوع، دعای سجده در سجده، دعای در میان دو سجده یا بعد از رکوع در همان حالت خودش مشخص بشود. معروف ترین دعا و ذکر رکوع سبحان ربی العظیم هست. حد اقلش یک مرتبه که شما گفتید سبحان ربی العظیم یعنی این که ذکر رکوع را شما انجام دادید و کامل ترین صورتش حد اقل 3 مرتبه هست، یعنی 3 مرتبه که شما گفتید سبحان ربی العظیم یعنی این حد اقل کمال هست که به صورت کامل شما اذکار رکوع را انجام دادید. غیر از این
اذکار دیگری هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند و میخواندند، مانند سبوح قدوس رب الملائکه و روح در حالت رکوع و در حالت سجده، و همچنین در حالت رکوع و در حالت سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که سبحانك اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، سبحانك اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی. این حالت رکوع است. رکوع باید به این گونه باشد. قبل از این که میخواهید که از رکوع بعد از این که از رکوع خواستید بلند بشوید، باز هم رفع یدین دارید. مثلا میگویید که سمع الله لمن حمده، دستها بلند میشود مثل همون حالت اول و برابری و به موازات شانه ها بلند میشود و دستها رو دوباره پایین میاندازید. میگید سمع الله لمن حمده وقتی که از رکوع بلند بشید، الان ایستادید به صورت کامل. بعد از رکوع یک چیزی که خیلی مهم هست که حتما باید راست بایستید. کمر شما باید راست باشد بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه، و اذا رفع رأسه، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرشون رو از رکوع بلند می‌کردند و کاملا راست می ایستادند، حتی یعود کل فقار مکانه، تا اینکه تمام ستون فقرات رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای اصلیش برمیگشت، یعنی به صورت کامل و راست می ایستادند. بعد از اینکه راست می ایستادند رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند ربنا ولک الحمد. بعد از سمع الله لمن حمده که شما راست ایستادید، در حالت قومه یعنی بعد از رکوع و قبل سجده این ذکر رو میخوانید که ربنا ولک الحمد، یا از این اذکار اضافه بر این هم هست که ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، یا اذکار دیگری که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. حتما سعی بکنید که ربنا ولک الحمد یا اذکار دیگری که میخوانید در حالت قیام باشد. بسیاری از مردم عادت کردند وقتی که اذکار بعد از رکوع را میخوانند، در زمانی که در حال فرو رفتن هستند و میخوان که به سجده بروند، در این حالت این اذکار را میخوانند. این اشتباه است. زمانی که شما ایستادید راست، سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، و بعد از آن میروید به سجده. خب من الان از رکوع برخاستم، اذکار بعد از رکوع را خواندم، میخوام که سجده بروم. این گونه است که الله اکبر، این حالت، این همراه با تکبیر گفتن من به سجده رفتم. و حالت سجده رو هم باید ما مد نظر داشته باشیم که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امرت ان اسجد علی 7 اعظم، به من دستور داده شده که بر 7 عضو من باید سجده بکنم. الوجه که چهره هست، هم از پیشانی و بینی، و 2 تا دست و 2 تا زانو به اضافه انگشتان پا، اینها حتما باید در هنگام نماز و در هنگام سجده باید روی زمین قرار بگیرند. هر کدام که از اینها که از زمین کاملا برخاستند و در واقع متصل به زمین نبودند، این اشکال در نماز ایجاد می شود. اگر به صورت کامل در تمام حالت سجود پاهای شما مثلا از زمین بلند بود، نماز شما درست نیست. کیفیت سجده به این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام سجده دستها را به این گونه می‌گذاشتند روی زمین. در حالت سجده دستها باید به طرف قبله باشند، دستها کاملا به طرف قبله، و رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه سجده می‌کردند. در حالت سجده کیفیت گذاشتن دستها دقیقاً مانند همان حالتی هست که در حالت تکبیر تحریمه بود. در حالت تکبیر من عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها را تا این اندازه بلند می‌کردند. در هنگام سجده دستها را به گونه‌ای بگذارید که به موازات شانه‌های شما قرار بگیرند، یعنی به این صورت انگشتان به طرف قبله هستند و سر شما در وسط قرار دارد و به موازات شانه‌هاتون به این گونه هستند. در حالت سجده معروف ترین ذکرش سبحان ربی الاعلی هست، حداقلش 1 مرتبه، و کامل شدنش و کمال اذکار همون 3 مرتبه است که سبحان ربی الاعلی. غیر از این سبوح قدوس رب الملائکه و روح هم وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، اینم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. در حالت سجده حتما باید دقت بکنید که این دست شما باید از زمین جدا باشد. اگر دست شما به این گونه صاف روی زمین بگذارید، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هم این قسمت دست از زمین باید بلند باشد و هم این قسمت بازوی شما از بدن شما باید فاصله داشته باشد، یعنی دقیقاً به این گونه باید دستها رو شما بگذارید. دستها به این گونه گذاشته می شوند که هم دستها به این گونه که این دست هم باز هست، به زمین هم نچسبیده و به بدن هم نچسبیده، یعنی این که اگر این گونه سجده کردید این اشتباه است، و همچنین اگر این گونه سجده کردید این هم اشتباه است. دستها کاملا باید به موازات شانه بر روی زمین و سر انگشتان به طرف قبله هست و این گونه سجده میکنید که بازوها و دستها از زمین بلند هست و بازوها به بدن شما نچسبیده و اذکار را میخوانید.
بعد از اینکه اذکار رو تمام کردید تکبیر میگید که الله اکبر. الان این جلسه هست، یعنی نشستن در میان دو تا سجده. در میان دو تا سجده اذکاری هم وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که معمولا بسیاری از مردم این اذکار را فراموش میکنند و نمیخونند و فراموش کردن این اذکار باعث می شود که در نماز ما، در خشوع ما و خضوع ما و در ثواب و تأثیر نماز ما متاسفانه اشکالی به وجود بیاد و تأثیر نماز کم بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان دو سجده همیشه این دعا رو می‌خوندند که رب اغفرلی رب اغفرلی. حداقل این رو به هر اندازه که بخواهید میتوانید تکرار بکنید. و نکته دیگری که در نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم جلب توجه می‌کرد این بود که غیر از قیام و غیر از حالت التحیات تمام بخش‌های نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم مساوی بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به همان اندازه‌ای که در حالت رکوع صبر می‌کردند، بعد از رکوع به همان اندازه صبر می‌کردند. به همان اندازه‌ای که در سجده وقت رو می‌گذراندند، بعد از سجده در میان دو سجده به همین اندازه می‌نشستند. به اندازه‌ای که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از رکوع برمیخواست یا از سجده اولی برمیخواست، ما گمان می‌کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را فراموش کردند. یعنی از بس که می‌نشستند و طول می‌کشید ما فکر می‌کردیم که شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش کردند که در حالت نماز هستند. در هنگام وسط دو سجده یا در هنگام التحیات دستها به این صورت به صورت عادی گذاشته می‌شود. لازم نیست که حتما دستها رو انگشتان رو جمع بکنید یا این گونه که به صورت کلی انگشتان رو باز بکنید. این به صورت عادی این انگشتان رو بر روی دستها رو بر روی پاها می‌گذاریم و انگشتانش به صورت عادی در واقع قرار می‌گیرند. این سجده اول هست و بعد از آن دوباره تکبیر میگید و به سجده دوم میروید. این گونه الله اکبر با همان کیفیتی که من قبلا برای شما بیان کردم. بعد از این بلند میشوید و به رکعت دوم. در مورد بلند شدن در رفتن به رکعت دوم از رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت دیگری هم نقل شده که معروف است به جلسه استراحت. یعنی این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که از سجده بلند میشدند یک مقدار می نشستند و بعد از آن دوباره بلند میشدند. بسیاری از فقها نظرشون این است که در صورتی که شما نیاز داشته باشید به این استراحت رو انجام بدهید. اگر کسی این استراحت رو انجام نداد باز هم هیچ اشکالی ندارد. به این گونه وقتی که از سجده بلند شدید بگید الله اکبر به این گونه و دوباره بلند میشوید به رکعت دوم. این کیفیت بلند شدن هست. و یا صورت دیگری هست که عموما مردم این گونه بلند میشوند، رفتن به سجده و برخاستن به از سجده. همون صورت اولی که من به سجده رفتم به این گونه هست، یعنی اول زانوها و بعد دستها رو میگذارید. این کیفیت اول هست من خدمت شما بیان کردم. به این صورت سجده رو انجام میدهید و وقتی که از سجده برخاستید به همون انداز با همون ترتیبی که دستها رو گذاشتید و پاها رو گذاشتید به همون ترتیب برمیخیزید، یعنی به این کیفیت. و کیفیت دوم هم این بود که من خدمت شما عرض کردم که در آن جلسه استراحت بود. بعد از آن که بلند شدید به رکعت دوم به این گونه است. در رکعت دوم دعای استفتاح وجود ندارد. بلند شدید دستها رو میبندید و قرائت رو شروع میکنید با بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله گفتنش هم لازم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا آخر میخونید و بعد از سوره فاتحه یک سوره دیگر رو میخونید و دوباره میروید به رکوع. دقیقاً به همون کیفیتی که من قبلا خدمت شما عرض کردم. به این کیفیت مثلا به رکوع میروید، بعد از تکبیر گفتن و بلند کردن دستها به رکوع میروید و از رکوع که برخاستید سمی الله لمن حمده ربنا ولک الحمد و بعد از آن دوباره به سجده میروید و سجده رو انجام میدهید با همون کیفیتی که قبلا خدمت شما بیان کردم. بعد از سجده می نشینید. این رکعت دوم شما هست، یعنی اولین التحیاتی که شما در نماز میخوانید. در التحیات یعنی بعد از دو سجده‌ای که شما انجام دادید می نشینید در حالت التحیات یا همون قاعده اولی. معروف ترین روایتی که در این زمینه وجود دارد روایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است که ایشان میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دستهای من رو گرفتند و التحیات را به من آموزش دادند که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه التحیات را این گونه نقل کرده که التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این التحیات است. التحیات رو به این گونه میخوانید و بعد از التحیات درود میفرستید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. معروف ترین الفاظ درود این است که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
این درودی هست که شما در نماز میخوانید. بعد از این درود هر دعایی رو که بلد هستید میتوانید اون دعا را بخوانید. در نماز دو حالت دعا هستند. حالت اولی در هنگام سجده هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نزدیکترین حالتی هست که انسان با الله متعال دارد، پس بنابراین در سجده دعا بکنید، سزاوار هست که الله متعال دعای شما را بپذیرد. و حالت دوم بعد از خواندن التحیات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دعایی رو که خواستید میتوانید بخوانید و به طور مثال ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، یا دعاهای دیگری که در این زمینه وجود دارد و اونها رو میتوانید حفظ بکنید و این دعاها را بخوانید، هیچ گونه اشکالی ندارد. بعد از اینکه در التحیات نشستید، یک مورد دیگری که از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ایشون در هنگام نماز و در حالت التحیات با انگشت سبابه خودشون یا سباحه خودشون دعا می‌کردند. یعنی انگشتان را به این گونه به این شکل در نماز قرار می‌دادند، دست چپ به این صورت به حالت عادی گذاشته می‌شود و دست راست به این گونه بر پای راست گذاشته می‌شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام التحیات با این انگشت خودشون اشاره می‌کردند، خصوصا وقتی که دعا می‌کردند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این انگشت رو تکان می‌دادند. یا اینکه مثلا میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن تکان دادن این انگشت، اشاره کردن با انگشت سباحه یا انگشت تشهد، این بر شیطان مانند یک گرز آهنین در واقع سنگین هست. این کیفیت نشستن در حالت التحیات رو باید مد نظر داشته باشیم. ما دو کیفیت داریم. در التحیات اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه به این گونه می نشستند که پای راست خودشان را بلند می‌کردند، نصب می‌کردند، یعنی به صورت عمودی پای خودشون رو قرار می‌دادند و پای چپ را فرش می‌کردند. این پای چپ هست، این پهن می‌کردند، بر روی پای چپ می‌نشستند و پای راست خودشون رو به این کیفیت بلند می‌کردند و دست‌ها را بر این کیفیت بر روی ران‌های خودشون می‌گذاشتند. این در التحیات اول هست. در التحیات اول یا در نمازهایی که دو رکعتی هست این گونه می‌نشستند رسول الله صلی الله علیه و سلم. کیفیت دیگری هست در مورد نشستن در التحیات که مخصوص التحیات و قعده دوم هست. مخصوص التحیات و قعده دوم نماز هست بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه که ایشان میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در التحیات و قعده دومی نشستن قدم رجله الیسرا، قدم رجله الیسرا، این پای چپ خودشان را جلو می‌بردند، یعنی به این کیفیت و از زیر پای راست این پای چپ را در می آوردن و پای راستشون به این گونه ایستاده بود. پای راستشون راست هست و به صورت عمودی و پای چپ را از زیر پای راست بیرون می آوردن و بر روی نشیمنگاه خودشان می نشستن، یعنی دقیقاً به این کیفیت. این کیفیت نشستن مخصوص قعده دوم هست. بسیاری از مردم اشتباهاً در قعده اول به این گونه می نشینند. نمازی که یک التحیات و یک قعده دارد باید با همون کیفیت اول بنشینیم. این مخصوص نمازی هست که 3 رکعتی باشد یا 4 رکعتی که 2 تحیات در آن وجود دارد. کیفیت اول در التحیات اول یا در نمازهایی که فقط یک قعده و یک التحیات دارند همین کیفیت هست که باید به این گونه بنشینند. این نشستن کیفیت نشستن در التحیات اول هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه التحیات رو می‌خوندند، درود رو می‌خوندند و دعایی می‌خوندند، هر دعایی که برایشون میسر بود و سلام می‌گفتند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه که کیفیت نماز را که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، آغاز نماز تکبیر هست و انتهای نماز سلام دادن هست که سلام بگویند و کیفیت سلام دادن هم این گونه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام می‌دادند که السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله و همزمان با سلام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم به سمت راست نگاه می‌کردند که السلام علیکم و رحمت الله، به این کیفیت که چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم از قسمت عقب کاملا دیده میشد، رخسار رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از این که سلام اولی برمیگشتند به طرف سمت چپ و دوباره سلام میگفتند که السلام علیکم و رحمت الله. به این کیفیت نماز شما در واقع تمام شده. بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهایی رو هم میخوندند و معروف ترین دعایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز میگفتند که استغفر الله استغفر الله استغفر الله. این استغفر الله را رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه تکرار میکردند و بعد از این استغفر الله میگفتند که اللهم انت السلام و منک السلام
تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. به همین اندازه این دعا فقط همین اندازه هست که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. و اذکار دیگری که بعد از نماز هستند تسبیحات هستند، سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر که 33 مرتبه هر یک از این اذکار رو شما می توانید که بعد از هر نمازی بخوانید. اگر توانستید 33 مرتبه و اگر نتوانستید کمتر هم وارد شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی هر یکی از این اذکار را سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر هر یکی را 10 مرتبه هم بگویید. این هم از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. این کیفیت خواندن نماز 2 رکعتی هست که شما به این کیفیت می‌خوانید. بعد از این که اگر خواستید که نمازتون 3 رکعتی یا 4 رکعتی بود، برمی‌خیزید و رکعت در واقع سوم یا چهارم رو انجام میدید. کیفیت برخاستن به همون کیفیتی است که قبلا عرض کردم، به 2 صورت است. یا اینکه دست‌ها رو بر روی زمین می‌گذارید، به این کیفیت بلند می‌شوید به رکعت سوم، به این کیفیت همراه با تکبیر گفتن الله اکبر رو بلند می‌شوید، یا همون حالتی که قبلا عرض کردم که با سر انگشتان بلند می‌شوید. و حالت قبلی این گونه بود که وقتی که از حالت التحیات از قعده اولی بلند می‌شوید به این گونه الله اکبر بلند می‌شوید و به رکعت سوم. بعد از این که بلند شدید در اینجا هم رفع یدین هست، بنابر حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که از التحیات اول و قعده اولی برمی‌خواستند تکبیر می‌گفتند که الله اکبر و دست‌ها را به این اندازه در واقع بلند می‌کردند. عرض کردم که در نماز 4 جا وجود داره که به عنوان رفع یدین هستند. صورت اولش و حالت اولش در هنگام تکبیر تحریمه هست در آغاز نماز، و 3 جای دیگرش هنگام رفتن به رکوع و هنگام برخاستن از رکوع و هنگام برخاستن از قعده و از تحیات اولی. این توضیح را خدمت شما بدهم که این مطلبی که من عرض کردم بر اساس احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و نظریه جمهور فقهای اهل سنت و جماعت است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقط در ابتدای نماز دست‌ها را بلند می‌کنید. این وقتی که تکبیر تحریمه رو گفتید میگید الله اکبر، دست‌ها را بلند می‌کنید و بعد از آن دست‌ها را می‌بندید. هنگامی که به رکوع رفتید یا از رکوع برخاستید یا از التحیات اولی برخاستید در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع اینها جزء سنت‌های نماز شمرده نمی‌شوند. این کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. امیدوارم که ان شاء الله الله متعال به ما توفیق بدهد که نماز را همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواندند ان شاء الله ما هم نماز بخوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.